این آخوند بیشرف هرگز به شما از تعداد دختران امامان و اصحاب پیامبر و اسم اونها هیچ نمیگه و نمیگه عثمان 2 دختر پیامبر و علی دختر 4م پیامبر رو به همسری گرفته بود. آخوند حرومزاده هرگز به شما نمیگه پیامبر اسلام دختران ابو سفیان، ابو بکر و عمر رو به همسری گرفته بود. یه آخوند پوفیوز هرگز به شما نمیگه علی 3 روز بعد از مرگ فاطمه دختر خواهر فاطمه رو به همسری انتخاب کرده بود. این آخوند شیاد هرگز به شما نمیگه علی با 2 فرزندش حسن و حسین با جناب بود. این حرومزاده آخوند به شما هیچ وقت نمیگه پیامبر اسلام با عروس خودش ازدواج کرده بود. قبرستان بقیع در شهر مدینه اگه اونهایی که رفتن، من رفتم دیدم 18 اگر اشتباه نکنم یا 28 18 زن رسمی و هزاران زن صیغه‌ای که هنوز هم اونجا مدفون هستن اسمشون رو نوشتن. پس این آخوند بچه باز هرگز به شما نمیگه محمد تو سن 58 سالگی با عایشه 9 ساله همبستر شده. اون زمان رسمی بود که با دختران 9 ساله همبستر میشدن که الان نتیجه شد در همین اسلام ناب محمدی تو کشور اسلامی خودمون و کشورهای دیگه داریم میبینیم، شاهدیم. یه آخوند دیوسی هیچ وقت به شما نمیگه پیامبر اسلام و امامان 10 زن و کنیز و برده ایرانی و عرب داشتن. این آخوند زنازاده هیچ وقت به شما نمیگه علی در جنگ قادسیه مشاور عمر بود و در زمان خلافتش بارها ایرانیایی که علیه اعراب شورش کرده بودند با فجیح ترین شکل ممکن و با بساطت قلب سر برید و کشت. یه آخوند بیناموس بی هیچی هرگز به شما نمیگه علی و حسن اسم بچه هاشون رو عمر و عثمان و ابوبکر گذاشته بودن. یه آخوند خانومباز هرگز به شما نمیگه که علی دخترش ام کلثوم رو به عمر داد و دختری از عمر گرفت و در واقع بین اونها عهد دامادی برقرار شد، در حالی که عمر همسن پدر بزرگ ام کلثوم بود. این آخوند دزد شیاد هرگز به شما نمیگه بعد از مرگ ابوبکر علی یکی از زنهاشو گرفت که بین اعراب نشون بده که هوای همدیگر رو دارن حتی پس از مرگ. یه آخوند زنازاده از دریدن شکم زنان ایرانی باردار شده به دست مردان وحشی عرب و شرط بندی به روی جنسیت جنین اونها و فروش زنان و دختران و کودکان ایرانی تو مدینه پس از قادسیه هرگز چیزی نمیگه. این آخوند بی‌رگ و ریشه هرگز به شما نمیگه که امام حسن در قبال پول و ثروت قید امامت رو زد که یکی از 5 رکن اصلی اسلامه. این آخوند حرومزاده بلد زنا هرگز به شما نمیگه پس از صلح حسن و معاویه مالیات مردم نگونبخت اهواز و داراگرد فارس به نام بیت المال مسلمین به جیب حسن و حسین رفت. این آخوند 7 خط بیناموس هرگز به شما نمیگه امام حسن و امام حسین در تجاوز اعراب به ایران مخصوصا فتح طبرستان و قتل عام مردم و زنان ایران زمین حضور داشتند و دیدن و شاهد بودند. این زنازاده ها خیلی از حقایق رو از شما پنهون کردن و نگفتن و نخواهند گفت. میدونید چرا؟ چون دکانشون تعطیل میشه. شما آخوندهای تبهکار از همون ابتدا به مردم دروغ گفتین که دنبال آزادی هستین. شما جنایتکاران تاریخ از همون روزهای اول برای ثبات حکومت مستبد خودتون همه مخالفین رو بدون محاکمه کشتین و اسمش رو اجرای احکام و عدالت الهی گذاشتین. شما آخوندهای حرامزاده از جنگ ایران و عراق سوء استفاده کردین. شما از پاکی و صداقت و عشق ما و همرزمانمون به میهن در جنگ ایران و عراق سوء استفاده کردین. شما با بازی اصلاحات آخوند و قد آخوند خوب باز از شرافت و لطف این مردم مظلوم ایران سوء استفاده کردید. شما اجازه فرار خاوری رو با چمدون‌های پر از دلار، با چمدون‌های پر از پول، از پول این مردم مظلوم به همراه چند تیم اسکورت اجازه دادین فرار کنه، اما جلوی پرواز همسر یک فوتبالیست مشهور دنیا که در دل تمام مردم دنیا جای داره رو پروازش رو از دبی برگردوندی، در صورتی که به سفر توریستی میرفته ایشون.
چقدر شما جنایتکارین، چقدر شما کثیفین، چقدر شماها پست و رذلین، چقدر شماها مایه ننگ تمام دنیایین، چقدر باید پررو باشین و همه چیز آروم جلوه بدین، چقدر شما باید رذل و کثیف باشین که من جانباز و تمامی همسنگرانم که بهترین دوران جوانیمونو سالها در جنگ بودیم، جونمون رو کف دستمون گذاشتیم برای حفظ امنیت این آب و خاک، اون وقت شما این فداکاری و این جانبازیت ما رو دستاویز اغراض کثیف سیاسی خودتون کنید. شما دانشجوها رو از بالای خوابگاه، از بالای پشت بام به پایین پر کردین و کشتین. شما با قتل‌های زنجیره‌ای نویسنده‌ها و متفکران رو با بدترین شکل ممکن کشتین. شما بیگناه‌ها رو از ترس آینده زندانی کردین و با شکنجه و تهدید به اعدام صداشون رو در نطفه خواستین خفه کنید که نتونستین. شما اعتراضات مردمی رو که دست خالی بودن با گلوله‌های جنگی و کشتن بچه و کوچیک و بزرگ پاسخ دادین. شما در اعترافات اجباریتون در زندان‌ها به زنان و دختران بیگناه تجاوز کردین و بعضی هاشون رو کشتین و حتی جسدشون رو سوزوندین و خاکستر کردین و به دست خانواده هاشون نرسوندین. همیشه از داستان‌های تخیلی و ساختگی دینی به نفع بقایتون در جهت ساکت کردن همین مردم مظلوم سوء استفاده کردین. شما با افکار مردم، با عقاید مردم بازی کردین. اونهایی که شما رو با سلام و صلوات پای منبر می‌بردن الان طناب دستشون گرفتن هر کدومتون رو به دار بزنن سر هر کوچه‌ای. شما نخبگانمون رو از کشور فراری دادین. شما قهرمانان ملی رو از کشور فراری دادین. شما دانشمندان متفکر علمی رو از ایران فراری دادین. شما درآمد کلان نفتی و منابع طبیعی کشور رو در راستای نوکری و اهداف کثیف روسیه و چین بدون اجازه مردم خرج کردین. شما پول ایران رو به بی‌ارزش‌ترین پول دنیا تبدیل کردین. شما آبروی ایرانی و ایران رو در تمام دنیا بردین. شما ننگ تاریخی هستید که تا ابد در دفتر تاریخ از شما به عنوان کثیف‌ترین حکومت ظالمانه یاد خواهد شد. به امید آزادی ایران، پاینده ایران، زن، زندگی، آزادی.